فصل 1 کتاب جادوگران بازار نوین، معامله بد صدام حسین. از جهات بسیاری عوامل مؤثر در تصمیم گیری بد یا خوب در تجارت بسیار به تصمیم گیری در شرایط عادی شبیه هستند. هنگامی که شروع به کار بر روی این کتاب کردم، دقیقاً همزمان با وقایعی بود که پیش از جنگ خلیج فارس رخ دادند. من نمیتوانستم شباهت بین تصمیمات صدام حسین یا به طور دقیق‌تر فقدان تصمیم گیری و واکنش‌های یک معامله‌گر نوعی را که در حال از دست دادن کل سرمایه‌اش است نادیده بگیرم. معامله صدام حسین حمله به کویت بود. در ابتدا عزمش جزم بود و دلایل محکمی برای معامله‌اش داشت. صدام با حمله به کویت میتوانست نرخ نفت را به نفع عراق بالا ببرد که این کار از دو راه میسر میشد. نخست اینکه یکی از کشورهایی را که همواره از مصوبات اوپک تخطی میکرد از میان بردارد و دیگر اینکه در بازارهای نفت بحران و آشفتگی ایجاد کند. همچنین صدام فرصت خوبی را برای تصرف دائم بخشی از حوزه‌های نفتی کویت یا حتی کل آن داشت و نیز میتوانست به خلیج فارس مستقیما دسترسی پیدا کند. نکته آخر و البته موردی که اهمیت بسیاری دارد این بود که تجاوز صدام به کویت فرصتی بسیار خوب را برایش مهیا می‌کرد که نیازهای خودبزرگ بینانه خود را ارضا کند. در برابر احتمال افزایش بازار، ریسک اولیه در این داد و ستد محدود به نظر می رسید. با اینکه بسیاری به این خاطر که امریکا در پایان جنگ موضع گرفته بود، واکنش‌های اولیه امور خارجه ایالات متحده را به اعلامیه‌ها و حملات تهدیدآمیز عراق به فراموشی سپرده‌اند، باید یادآور شد که این واکنش‌های اولیه را می‌توان اصولاً در عبارت این مشکل ربطی به ما ندارد خلاصه کرد. در برخورد با صدام چنین موضع نامشخصی در حکم انداختن فرش قرمز زیر تانک‌های عراقی بود. بنابراین از دید صدام حسین تهاجم به کویت داد و ستدی خوب با احتمال سود بالا و ریسکی اندک بود. اما همان گونه که بیشتر وقتها هم رخ می‌دهد، بازار تغییر می‌کند. پرزیدنت بوش ایالات متحده را موظف به دفاع از عربستان سعودی کرد و برای این منظور لشکرکشی کرده و آرایی را در سازمان ملل به تصویب رساند که هدف آنها راضی کردن صدام حسین به ترک کویت بود. در این مرحله صدام می توانست وارد مذاکره شود تا در ازای عقب نشینی از عراق برخی از مناطقی را که بر سر آن دعوا داشت به چنگ آورده و به یک سری حق ناوگانی نیز دست یابد که در جای خود سودی فوری به حساب می آمد. با اینکه این معامله رو به بدتر شدن می رفت، صدام تصمیم گرفت که اقدامی نکند. سپس بوش با 2 برابر کردن تعداد نیروهای نظامی و رساندن شمار آنها به 400,000 نفر سیگنال قوی‌تری برای صدام حسین فرستاد که نشان می‌داد نه تنها ایالات متحده آماده دفاع از عربستان است، بلکه ظرفیت آن را نیز داشت که بتواند کویت را بازپس گیرد. روشن است که بازار نیز تغییر کرده بود. صدام به سیگنال‌های بازار توجهی نکرد و دست روی دست گذاشت. پرزیدنت بوش مطابق تصمیم سازمان ملل 15 ژانویه را آخرین مهلت برای خروج عراق از کویت اعلام کرد و بازار نیز در جهت خلاف معامله به حرکت خود ادامه داد. در این زمان احتمالاً موقعیت سود از میان رفته بود، اما صدام هنوز میتوانست با عقب نشینی از کویت بدون سود و ضرر، یعنی در نقطه سرتاسر از معامله خارج شود. بار دیگر نیز تصمیم گرفت تا معامله خود را حفظ کند. ضرب العجل 15 ژانویه گذشت و ایالات متحده و متحدانش بمباران سنگین عراق را شروع کردند. حال دیگر معامله نخست در منطقه ضرر به علاوه بازار هر روز به شدت افت می‌کرد و همچنین هر روز تأخیر باعث خرابی بیشتر در عراق می‌شد. اما صدام حسین چگونه می‌توانست در چنین موقعیتی که این همه منافعش از دست رفته بود عقب نشینی کند؟
درست مانند معامله‌گر سردرگمی که در یک معامله ضررده گیر افتاده و ضررش نیز روز به روز افزایش می‌یابد، به چشم‌اندازهای بلند مدت دل بسته بود. احتمالاً با خود می‌گفته که اگر بتوانم تنها به اندازه کافی دوام بیاورم، امریکا از ترس تلفات بیشتر عقب نشینی می‌کند. روند به حرکت در جهت خلاف معامله ادامه داد، چرا که ایالات متحده بار دیگر اولتیماتوم داد و تهدید کرد که این بار حمله زمینی به عراق را آغاز می کند. در این مقطع حساس صدام حسین آماده بود تا به شرایطی که در عهدنامه صلح شوروی لحاظ شده بود تن دهد و همچنین باید در شرایطی رضایت میداد که پیشتر می توانست خوب باشد، اما حالا دیگه نه. رفتار صدام بسیار به معامله‌گری شبیه بود که در بازاری کاهشی معامله فروش باز کرده و با خود میگوید هنگامی که به نقطه‌ای سرتاسر رسیدم از معامله خارج میشوم. و سپس هنگامی که موقعیت مایوس کننده تر شد میگوید هرگاه بازار به قله قبلی رسید خارج میشوم و این قله قبلی با گذر زمان پایین‌تر و پایین‌تر میرود. نهایتاً وقتی جنگ زمینی شروع شد و بسیاری از ارتش صدام کشته شدند، مجبور شد تسلیم شود. او مانند معامله‌گری بود که معامله ضرردهی را ادامه می‌دهد تا اینکه حسابش کاملاً نابود شود و سپس با ناامیدی تمام سرانجام به کارگزارش می‌گوید می‌خواهم از معامله خارج شوم. مهم نیست چه نرخی، فقط مرا از معامله خارج کن. نکته اخلاقی: اگر نمی توانید ضرری اندک را بپذیرید، دیر یا زود مجبور خواهید شد بزرگترین ضرر را تجربه کنید. فصل دوم: بزرگترین بازار جهان. بیل لیپشات، سلطان ارزها. زود، تند، سریع. بزرگترین بازار مالی جهان چیست؟ سهام؟ نه. حتی اگر تمام بازارهای سرمایه دنیا را با هم جمع کنیم، این بازار بزرگترین نخواهد بود. پس حتما پاسخ بازار اوراق بهادار است. بدهی دولتی بسیار بزرگی که در سطح جهان ایجاد شده بود را در نظر بگیرید. بیشک پاسخ همین خواهد بود. حدس خوبی بود، اما باز هم اشتباه بود. اما اگر حتی تمام بازارهایی را که درآمد ثابتی دارند روی هم بگذارید، به پای بزرگترین بازار دنیا نخواهد رسید. پاسخ درست بازار ارز است. از دید همه معامله‌گران فعال در بازارهای اقتصادی، بازار سهام و اوراق بهادار در برابر بازار ارز قطره‌ای در برابر دریا هستند. تخمین زده می شود که به طور متوسط در هر روز 1 تریلیون دلار در بازار ارز معامله می شود. اکثریت بزرگی از معاملات ارز در صرافی‌های سازمان یافته رخ نمی دهند، بلکه در بازارهای ارز میان بانک‌ها صورت می‌پذیرند. بازار ارز بین بانک‌ها بازاری 24 ساعته است. ساعت کاری این بازار در معنای واقعی حرکت خورشید را گرد زمین دنبال می‌کند. اگر آغاز را ایالات متحده در نظر بگیریم، از مراکز بانکی ایالات متحده، سپس به استرالیا، خاور دور، اروپا حرکت کرده و در پایان دوباره به امریکا باز می‌گردد. فلسفه وجودی این بازار این است که نیازهای شرکت‌هایی را برآورده کند که می‌خواهند خود را در برابر ریسک تبدیل ارز محافظت کنند، که این ریسک ناشی از نوسان سریع نرخ ارز است. اما فعالان بورس نیز در بازار میان بانکی ارز شرکت می‌کنند تا از انتظاراتی که نسبت به نوسانات نرخ بهره دارند سود به دست آورند. در این بازار بزرگ تنها شمار اندکی از معامله‌گران سرمایه‌گذاری سطح بالایی انجام می‌دهند. جالب اینجاست با اینکه این معامله‌گران گاهی معاملاتی انجام می‌دهند که حجمشان در حد چند میلیارد دلار است، در میان بسیاری از جامعه اقتصادی ناشناخته هستند، عموم که جای خود دارد.
بیل لیپشات یکی از این معامله‌گران است. مصاحبه‌ای که با بیل لیپشات داشتم در 2 جلسه طولانی و خسته کننده در خانه اش انجام شد. لیپشات در همه جا مانیتورهایی کار گذاشته بود که وضعیت بازار را نمایش می‌دادند. البته نمایشگر بزرگ تلویزیونی نیز که در سالن نشیمن بود، نرخ‌های ارز را دریافت می‌کرد. در دفتر کار، آشپزخانه و حتی کنار تخت خوابش هم نمایشگر نرخ داشت که بتواند نیمه شب که از خواب برمیخیزد بچرخد و نرخ‌ها را چک کند، که در واقع این کار را معمولاً انجام میداد، چرا که برخی از دوره‌های بسیار فعال بازار همزمان با نیمه شب امریکا هستند. در واقع بدون این نمایشگرهای نرخ حتی ذره‌ای هم نمیتوانید از بازار بهره ببرید. یک نمایشگر هم به صورت ماهرانه‌ای تمام قد توی حمام و دستشویی نصب کرده. البته کمی هم غلو میکنم. دوست ما معاملات را خیلی جدی میگیرد. نخستین باری که با بیل لیپشات تماس گرفتم از طریق یک نماینده روابط عمومی به نام تام والک. بله، نمایندگی روابط عمومی برای یک معامله‌گر نسبتاً عجیب به نظر می رسید. در واقع برای لیپشات بیشتر عجیب بود، چرا که همان گونه که خود نیز می خواست توانسته بود علی‌رغم حجم زیاد معاملاتش در میان عموم کاملاً ناشناس بماند. اما پس از اینکه به مدت 8 سال به عنوان بزرگترین و موفقترین معامله‌گر ارز در شرکت سالمونز برادرز کار کرده بود، به تازگی شرکت را رها کرده بود تا فعالیت شرکت مدیریتی خود را با هدف معامله ارز از سر گیرد. ابتدا شرکت او تابع مریل لینچ بود، بعداً این شرکت به صورت کاملا مستقل درآمد با نام شرکت مدیریت سرمایه روایتون. به خاطر این پروژه بود که نیاز به روابط عمومی پیدا کرده بود. به هر حال پس از آنکه والک درباره پیشنهاد مصاحبه من با لیپشات صحبت کرد، با من تماس گرفت تا به من بگوید که بیل در آغاز می‌خواهد یک ملاقات غیر رسمی با من داشته باشد تا ببیند که نظرش چیست. زمان ملاقات فرا رسید و لیپشات گفت فکر می‌کنم این داستان برایت جالب باشد که چطور در کمتر از 10 دهه سالمونز برادرز از شرکتی که حضورش در بازار ارز 0 بود به شاید بزرگترین شرکت در زمینه بازار ارز در جهان تبدیل شد. این حرف در واقع رضایت او را برای مصاحبه نشان میداد و من از این جهت آسوده خاطر شده بودم و همین حرفش بسیار مرا مشتاق کرده بود. نخستین ملاقات ما در آپارتمان او بود. در حالی که دستگاه ضبط صوت من صدای خفیفی میداد گفتم بسیار خوب، برایم از داستان رشد معجزه‌آسای سالمون برادرز و تبدیل آن به یک شرکت معاملاتی عمده در بازارهای ارز در جهان بگو. من به صندلیم تکیه دادم و پیش بینی می‌کردم که پاسخی بلند و پر از حکایت‌های عجیب و تجربیات بزرگ را بیان کند. لیپشات پاسخ داد: بازار آپشن ارز، شعبه بازار آپشن ارز سالمون و در همان زمان آغاز به کار کردم و همزمان نیز رشد کردم و ثروتمند شدم. گفتم و تا وادارش کنم که ادامه بدهد. او درست همان پاسخ قبلی را با جمله‌های متفاوت تکرار کرد. گفتم بله، رخداد همزمان و جالبی است، اما می توانی جزئیات بیشتری بگویی؟ مثلا چند ماجرای خاص؟ او دوباره کلیگویی کرد. امید من به مصاحبه به شدت رنگ باخت. من مصاحبه هایی کردم که بعد از نخستین ساعات میفهمیدم بیهوده است و بعداً نتیجه آنها را دور میریختم. به هر حال این مصاحبه با بقیه فرق داشت. با اینکه طی 1-2 ساعت نخست صحبتمان احساس کردم که مطالب مفید اندکی عایدم شده، میدانستم که چیزی در این مصاحبه نهفته است. این مصاحبه مثل چاهی نبود که به آب نمی رسید. تنها باید کمی بیشتر حفاری می کردم. پس از چند ساعت نخست بیشتر با هم ارتباط برقرار کردیم و لیپشات شروع به تعریف داستانهایی از تجربیات معاملاتی خود کرد. این مباحث هسته مصاحبه‌ای بود که با او داشتم. پیش از این گفتم که تلویزیون بزرگی که در سالن نشیمن لیپشات بود در حالت عادی روی شبکه‌ای تنظیم شده بود که نرخ ارز را نشان میداد و اخبار رویترز نیز روی آن زیرنویس میشد.
با اینکه به نظر می آمد که لیپشات کاملا حواسش به مکالمه ماست، در واقع گاهی داشت به نمایشگر نگاه می کرد. یک بار دلار استرالیا یک کاهش بسیار شدید را تجربه می کرد که در پی بیانات منفی وزیر دارایی استرالیا به وجود آمده بود. در حالی که بازار در حال سقوط آزاد بود، لیپشات فکر کرد که فروش به اشباع رسیده است و مصاحبه را قطع کرد تا چند معامله باز کند. او گفت: چیز مهمی نیست، تنها قصد دارم 20 تا بخرم، یعنی 20 میلیون دلار استرالیا. بلافاصله بعد از آن قیمت دلار استرالیا شروع به افزایش کرد و ادامه یافت و در تمام آن شب به رشد خود ادامه داد. اما معامله‌اش باز نشد، به این خاطر که معامله حدی خود را تنها اندکی زیر نرخ آن زمان بازار قرار داده بود و بازار اصلاً تا آنجا پایین نرفت. او گفت: از دست دادن یک فرصت به اندازه معامله در خلاف جهت بازار بد است. در حین مصاحبه دوم، لیپشات می‌خواست تا مارک آلمان را بفروشد و منتظر یک جهش کوچک بود تا معامله را آغاز کند. وقتی متوجه شد که مارک برخلاف میل او کاهش یافت، گفت: به نظر می‌آید که دارم این فرصت معامله را از دست می‌دهم. گفتم: درست مثل هفته گذشته که فرصت معامله خرید دلار استرالیا را با گذاشتن یک معامله حدی از دست دادی. اگر به این اندازه به احساس خود اطمینان داری، چرا مارک آلمان را نمی‌فروشی؟ بیل گفت: چی؟ الکی معامله فروش باز کنم که ما به تفاوت نرخ خرید و فروش یا اسپرد بپردازم؟ نمیدانستم آیا جدی میگفت یا شوخی میکرد یا شاید هم ترکیبی از هر دو بود. در ضمن مارک آلمان به کاهش خود ادامه داد. مصاحبه ما در ساعات بعد از بازار آمریکا بود، اما از آنجا که بازار ارزها هیچ وقت بسته نمی شود، واضح است که لیپشات هم دست از داد و ستد بر نمی داشت. اما با وجود اینکه مدام سرش توی بازار داد و ستد بود، کاملا آسوده خاطر و آرام بود. اگر هر از گاهی به حرکت نرخ‌ها اشاره نمی‌کرد و یا با تلفن معامله انجام نمی‌داد، من حتی متوجه هم نمی‌شدم که حواسش به بازار است. پرسیدم: از معماری چه خبر؟ خب، شنیدم که مدرک تحصیلی معماری داری. چطور شد که به داد و ستد روی آوردی؟ پاسخ داد: زمانی که وارد برنامه تحصیلی معماری کرنل شدم، مادر بزرگم مرد و سهامی متشکل از سهام صدها شرکت متفاوت برای من به جا گذاشته بود که روی هم رفته ارزشش 12,000 دلار بود و من با هزینه زیادی آنها را نقد کردم، چرا که همه آنها معاملاتی بودند که حجم اندکی داشتند. پولی که به دست آوردم به گونه‌ای بود که می توانستم روی آن ریسک کنم. بعد دیدم که بیشتر وقتم را صرف ور رفتن با سهام و بازار می کنم. این گونه نبود که علاقه‌ام به معماری کم شود، بلکه به داد و ستد بیشتر علاقه‌مند شدم. همچنین معماری حرفه‌ای خیلی قدیمی است. پیش از اینکه بتوانی در آزمون لیسانس معماری شرکت کنی، باید یک دوره طولانی کارآموزی را سپری کنی که در این کشور 3 سال به طول می‌انجامد. بعد مدت بیشتری را باید صرف نقشه کشی بکنید. زمان زیادی به طول می انجامد که به نقطه‌ای برسید که بتوانید روی روند طراحی مدیریت و کنترل داشته باشید. پرسیدم: سرانجام مدرکت را گرفتی؟ پاسخ داد: البته. در واقع 2 تا مدرکم گرفتم. برنامه معماری تمام وقت 5 سال طول کشید. برای دانشجویان معماری چیز غیر معمولی نبود که درس‌های دیگر را نیز بگیرند و تا زمان گرفتن مدرک وقت بسیاری را صرف کنند. من نیز درس‌های بسیاری را گرفتم که به تجارت مربوط می‌شد و یک مدرک MBA هم گرفتم. پرسیدم: پس از آن که از دانشگاه کرنل فارغ التحصیل شدی چه کردی؟ آیا کاری در ارتباط با معماری پیدا کردی؟ پاسخ داد: نه. من هیچ وقت کاری در زمینه معماری انجام ندادم. به خاطر همین فرایند کارآموزی طولانی که گفتم، مستقیم رفتم تا در سالمون کار کنم. پرسیدم: چطور وارد این کار شدی؟ و پاسخ داد: برای دانش آموزانی که در برنامه MBA شرکت کردند، طبیعی است که شغل‌های تابستانی را انتخاب کنند که مربوط به تجارت هستند. در تابستان سال 1981 میلادی من در سالمون برادرز مشغول به کار شدم.
در آن زمان با حساب شخصی خودم به صورت فعالانه سهام آپشن را معامله می کردم. پرسیدم آیا این همان حسابی بود که با $12,000 ارثیه مادر بزرگت شروع کرده بودی؟ و پاسخ داد بله، تا آن زمان کمی آن را افزایش داده بودم. پرسیدم وقتی شروع به داد و ستد کردی درباره آپشن سهام چه اطلاعاتی داشتی؟ گفت بسیاری چیزها را نمی‌دانستم. خب بر چه اساسی تصمیمات تجاری خود را می‌گرفتی؟ گفت سعی می‌کردم هر مطلبی راجع به این موضوع پیدا می‌شد بخوانم. مدت زمان زیادی را در کتابخانه صرف خواندن گزارشات سالانه شرکت‌ها می‌کردم. بسیار مشتاقانه مجله‌های اقتصادی مانند اکونومیست، بارونز و ولیو لاین را دنبال می‌کردم. همچنین قیمت سهام را که به صورت زیرنویس شبکه بود روی تلویزیون کابلی تماشا می‌کردم. چون ایساکای نیویورک میان کوه‌ها احاطه شده و پوشش تلویزیونی آنجا بسیار ضعیف است. در نتیجه یکی از نخستین جاهایی بود که در این کشور از همان ابتدای دهه 1970 میلادی تلویزیون کابلی داشت. یکی از کانال‌ها با 15 دقیقه تأخیر نرخ سهام را زیرنویس می‌کرد. من وقت زیادی را صرف تماشای این زیرنویس‌ها می‌کردم و با گذشت زمان احساس کردم که شمه اقتصادی من قوی شده و حرکت نرخ را می‌توانم احساس کنم. پرسیدم آیا این زمانی بود که تصمیم گرفتی یک معامله‌گر شوی؟ و جواب داد یادم نمی‌آید که زمانی آگاهانه چنین تصمیمی را گرفته باشم و با خود گفته باشم من می‌خواهم یک معامله‌گر شوم، نمی‌خواهم معمار شوم. یک فرایند تدریجی بود. در واقع داد و ستد همه زندگی من شد. سوال کردم آیا کار تابستانی سالمون ربطی به داد و ستد داشت؟ پاسخ داد من و همسرم وقتی در دانشگاه کرنل درس می‌خواندیم با یکدیگر آشنا شدیم. او پشتکاری بسیار بالا و پیش‌زمینه قوی در زمینه اقتصاد داشت. تابستان سال قبل آن زمان توانسته بود کاری پیدا کند و برای دکتر هنری کافمن در بخش بررسی سهام قرضه کار کند. در پی این موقعیت با رئیس همسرم ملاقات کردم که اتفاقاً او هم پیشتر دانشجوی کرنل بود. او ترتیبی داد تا برای همان موقعیت کاری که همسرم قبلاً در آن مشغول به کار بود مصاحبه بدهم. در آن زمان همسرم فارغ التحصیل شده بود و یک شغل تمام وقت داشت. جالب اینجاست در همان زمان برادران سالمون برای جذب نیرو نماینده‌ای به دانشگاه کرنل فرستاده بودند. از من دعوت شد تا به نیویورک بیایم و برای فروش‌های تابستانه و برنامه کارآموزی داد و ستد آنها مصاحبه بدهم. سیدنی گولد از من مصاحبه گرفت. او رئیس دایره سهام آپشن اختصاصی در شرکت سالمون بود. سیدنی آدمی تند مزاج بود و بسیار تند حرف میزد. او مرا به داخل دفتری برد که دیوارهای شیشه‌ای داشت و پشت آن یک اتاق معاملاتی بزرگ بود که یک بورد الکترونیکی که نرخ‌ها را نشان می‌داد هم در آنجا دیده می‌شد. من پشت به آن بورد نشستم و او تمام وقتی که با من مصاحبه کرد بورد نرخ را هم نگاه می‌کرد. او مصاحبه را آغاز کرد و تند و پشت سر هم از من سوال می‌پرسید. من در آنجا بچه دانشگاهی بودم و ایده‌ای هم نداشتم که نتیجه همه آن سوالات چیست. من تک تک سوالات را آرام و با دقت جواب دادم. بعد از حدود 10 دقیقه سوال و جواب ناگهان ساکت شد. توی چشمهای من نگاه کرد و گفت بسیار خوب. همه این چرت و پرت‌ها را فراموش کن. خب تو می‌خواهی معامله‌گر شوی. هر وامانده اینجا میآید و میگوید میخواهد معامله‌گر شود. تو گفتی که با حساب خودت معامله میکنی. چه سهامی را معامله میکنی؟ من پاسخ دادم اخیراً خیلی با اکسون درگیر بودم. او فوراً پاسخ داد من آن سهام را نمیشناسم. مورد دیگری را بگو. جواب دادم خیلی هم در 3M معامله میکنم. او گفت این یکی را هم نمیشناسم. یکی دیگر را بگو. گفتم فولاد امریکا. فولاد را میشناسم. الان قیمتش چنده؟ دیشب با قیمت 31 بسته شد. او پرسید الان که روی بورد نرخش را دیدم 5/8 بود. نرخ از چه نقطه‌ای شکسته؟ پاسخ دادم 28. او سریع پرسید قبل از این نرخ از کجا شکسته بود؟ در حالی که کمی راجع به این سوال گیج شده بودم گفتم این باید مربوط به 3 سال پیش باشه. فکر میکنم که حدود سطح 18 را شکسته باشه.
در این وقت بود که او سرعتش کم شد. برای مدتی به بورد نگاه نکرد و گفت میخواهم برای من کار کنی. اینجا پایان مصاحبه بود. چند هفته بعد از طرف کسی که برای سالمون نیرو جذب می‌کرد به من تلفن شد. او گفت ما یک مشکل کوچک داریم. سیدنی گولد می‌خواهد شما را استخدام کند، اما کافمن هم می‌خواهد تو برای او کار کنی. بنابراین ما به توافق رسیده‌ایم که شما وقتت را بین هر دو شرکت تقسیم کنی. نتیجه این که من نیمه اول تابستان را برای دکتر کافمن کار پژوهشی کردم و در نیمه دوم تابستان در بخش معاملات آپشن برای گولد کار کردم. در پایان تابستان سیدنی کاری را به من پیشنهاد کرد. از آنجا که من هنوز یک ترم درس در دانشکده بازرگانی داشتم و باید روی پایان‌نامه معماری هم کار می‌کردم تا بتوانم مدرکم را بگیرم، ترتیبی دادم تا در ترم پاییز برای سیدنی کار کنم، با این اندیشه که بهار باید به دانشگاه برگردم. از او پرسیدم آیا کار کردن در بخش آپشن شرکت در زمینه یادگیری معامله آپشن برایت سودمند بود؟ پاسخ داد این کار از این جهت که یک تجربه معاملاتی بود در کل خوب بود، اما باید بدانید که در آن زمان معامله آپشن در سالمون بسیار کم بود. در حقیقت وقتی به گذشته فکر می کنم تقریباً تجربه جالبی به نظر می آید، اما باور دارم که حتی یک نفر هم آنجا نمی دانست مدل بلک شوز یعنی مدل استاندارد قیمتگذاری آپشن چیست. سیدنی دوشنبه می آمد و می گفت آخر هفته رفتم تا اتومبیل بخرم و نمایشگاه شورلت بسیار شلوغ بود. بیایید کالهای جی ام را بخریم. این گونه بود. یادم هست که روزی معامله‌گری مرا کنار کشید و گفت ببین نمیدانم سیدنی چی به تو یاد میدهد، اما بگذار تا هر چیزی را که درباره آپشن نیاز داری به تو بگویم. اگر خوشت اومد کالها را میخری و اگر نه پودها را بخر. پرسیدم به عبارت دیگر آنها اصولاً آپشن را به عنوان معامله فروش یا خرید مطلق معامله می‌کردند. آربیتراژ یا اسپرید نمی‌کردند و همراه با لیوریج معامله می‌کردند. پاسخ داد کاملاً درست است. اما تمام روش معاملاتی با تجربه من از خواندن بوردهای قیمت همخوانی بسیار بالایی داشت. پرسیدم وقتی درست را در دانشگاه کرنل تمام کردی به بخش آپشن شرکت برگشتی؟ جواب داد من در ابتدای تابستان در آنجا کار کردم، اما بعد در برنامه آموزش نیروی کار سالمون شرکت کردم که البته این کاری بود که هر تازه واردی باید انجام میداد. نکته مهم درباره دوره آموزشی سالمون این است که شما با تمام اعضای اصلی شرکت آشنا می‌شوید. همه شخصیت‌های برجسته در سالمون می‌آمدند، ماجراهای خود را تعریف می‌کردند و در واقع شخصیت خود را به کارآموزان می‌شناساندند. یک فرد در شرکت برادران سالمون تحت تعلیم قرار می‌گیرد و با اندیشه‌های آنان خو می‌گیرد و این فرهنگ بدین شکل به دیگر تازه واردان منتقل می‌شود. در حالی که تمام دوره کاریم را در سالمون گذراندم، قویاً باور دارم که انتقال فرهنگ کاری آنجا به دیگر تازه واردان مهم بود. در اواخر دهه 1980 مقدار زیادی از آن فرهنگ از میان رفت. برنامه‌ها خیلی گسترده شده بودند. وقتی من کارم را در سالمون شروع کردم، هر سال یک برنامه آموزشی برای 120 نفر وجود داشت. تا اواخر دهه 1980 2 برنامه آموزشی بود که هر کدام 250 شرکت کننده داشت. همچنین به نظر می رسید که کارآموزان بیشتر از یک قشر بودند، اما اوایل دهه 1980 تمایل غالب این بود که چند نفر هم استخدام شوند که رفتارشان قابل پیش بینی نباشد. پرسیدم در دوره آموزشی سالمون افزون بر این که با فرهنگ آنجا آشنا شدی چه چیزی عایدت شد؟ جواب داد این تمام چیزی بود که از آنجا به دست آوردم. پرسیدم چیز زیادی به نظر نمی آید. چیز دیگری هم داشت؟ جواب داد نه. اتفاقاً خیلی هم ارزشمند بود. واضح است که هیچ وقت برای سالمون کار نکرده ای. کل شرکت سالمون برادرز فرهنگ آن است. پرسیدم بسیار خوب، درباره فرهنگ شرکت برایمان بگو. جواب داد برادران سالمون شرکتی بود که میتوان گفت صرفاً مشغول به داد و ستد اموال اختصاصی بود و سالها به دست گروهی از افراد ماهر و پرجذبه اداره میشد. همه چیز بر اساس اخلاقیات، جرأت، بینش و صداقت و راستی بود. شکی در این باره وجود نداشت.
سالمون یک شرکت بود. در این مؤسسه هیچ دست به دست شدن موقعیتی میان افراد کلیدی وجود نداشت. رئیس آنجا جان گاتفرویند در بخش معاملات یک میز داشت. در 9 سالی که من در سالمون بودم هیچ وقت فاصله نشستن من با او 20 پا نبود. نخستین گفتگویی که من با جان گاتفرویند داشتم یادم هست. کمتر از 1 سال بود که کارمند تمام وقت شرکت بودم. حتما باید صحنه را تصور کنید. اوایل شب 3 جولای بود. بخش معاملات سالمون فضای 2 طبقه و بزرگی است که زمانی حتی بزرگترین بخش تجاری در جهان بود. رنگ گرگومیش آفتاب بیرمقی از پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ به داخل میتابید. چون تعطیلات نزدیک بود، تمام بخش‌ها خالی بود و فقط جان گاتفرویند مانده بود و من. شنیدم که دارد صدایم میزند. بیل. نمیدانم چطور اسم مرا میدانست، اما سالمون اینجوری بود. من کاملا مشغول کارم بودم که ناگهان متوجه شدم او مرا صدا میزند. من به طرف میز او رفتم و گفتم بله رئیس. او به من نگاه کرد و گفت فرانک در چه نرخی بسته شد؟ در ذهنم داشتم به دنبال دلیلی میگشتم که در این سناریوی از پیش تعیین شده چه چیزی ممکن است باعث شود که او این را از من بپرسد. من به او نگاه کردم و پرسیدم کدام فرانک؟ فرانک سوئیس یا فرانک فرانسه؟ جان گاتفرویند آدمی است که به انسان احساس قدرت می‌دهد. او خیلی جذاب است و شما می‌توانید حاله دور او را احساس کنید. او بدون درنگ به من نگاه کرد و گفت هر دو. بنابراین من هر دو نرخ را با صدایی که شاید 1 اکتاو بلندتر از حد معمول بود به او گفتم. اندکی پس از 1 سال از آن جریان در 1 روز تابستانی دیگر همین صحنه دوباره تکرار شد. نور آفتاب در هنگام غروب به داخل اتاق معاملات میتابید و جان گاتفرویند و من تقریباً تنها کسانی بودیم که آنجا بودیم. دوباره صدایی شنیدم که میگفت بیل. دقیقاً آشنایی آن صحنه را احساس کردم. احساس میکردم که یک دیژاو در حال رخ دادن است. پیش او رفتم و گفتم بله رئیس. او پرسید فرانک در چه قیمتی بسته شد؟ پرسیدم کدام فرانک؟ فرانک سوئیس یا فرانک فرانسه؟ او بدون اینکه تغییری در حالت صورتش ایجاد شود و بدون هر گونه لبخندی مستقیم به من نگاه کرد و گفت فرانک بلژیک. او رئیس سالمون برادرز بود، شرکتی که در آن سالها احتمالاً قوی ترین شرکت در زمینه تجارت بود، در حالی که من تنها یک کارآموز بودم. از زمان نخستین برخورد من با او 1 سال می‌گذشت و او با دقت تمام مایل بود تا مرا قوی تر کند. سالها سپری شد و من طی ارتباطاتی که با او داشتم شناخت بهتری از او پیدا کردم. من متوجه شدم که او از تأثیری که آن مکالمات روی من داشت کاملاً آگاه بود. حالا تقریباً 10 سال از آن زمان گذشته و من تک تک کلمات آن گفتگو را به یاد می‌آورم. او معمولاً با کارآموزها گفتگو می‌کرد و از آنها پشتیبانی می‌کرد. ادامه این مصاحبه در فایل صوتی بعدی تقدیم حضورتون خواهد شد.